هل قوی ترین دیکلوفناک. اگر کمردرد دارید، اگر روماتیسم دارید، اگر درد عضلانی دارید و گرفتگی عضلانی دارید و در واقع اسپاسم دارید، بهترین موادی که میتونید ازش استفاده کنید هله. هل در واقع سالم ترین دیکلوفناک هست. اگر شخصی در طول روز معده‌اش ترش میکنه یا اذیت میشه، میتونه یک عدد هل رو همراه با چایش دم کنه، البته بشکنه دم کنه، و یا اینکه یک عدد هل رو روی زبونش بذاره و قشنگ بیاره ببره مثل آدامس بجوه. حتی میتونید یک یا دو تا هل رو بشکنید و داخل برنج نگهداری کنید. دو، اگر شما نمیتونید به طور خام استفاده کنید، از عرق هل هم میتونید استفاده کنید. جالبه بدونید که ما از هل به عنوان یک ضد سرفه خیلی خوب برای تقویت کبد و برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده میکنیم و یک مولتی ویتامین هم حساب میشه.